بیت المقدس کدام جای است؟ دنیا نمیشناسه که بیت المقدس کدام جای است، کدام مقام است، چی منزلت و مکانت در دین اسلام داره. ارتباط تمام افراد مسلمان در گوشه گوشه جان با بیت المقدس از نگاه عقیده هست، از نگاه دین است. تعلق ما، رابطه ما با بیت المقدس و فلسطین از روی از این است که یک سرزمین مسلمان است. نه، ما آنقدر رابطه قوی عقیدوی در اونجا داریم، عقیدوی داریم. بعد از مسجد حرام، یعنی بعد از کعبه، دومین مسجدی که در روی زمین برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شده بیت المقدس است. دومین مسجد که در روی عبادت الله شد. محبت جایگاه وحی انبیاء علیهم السلام است، مرکز امامت انبیاء علیهم السلام است، جایی که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ثبوت جایگاهش که حتی برای انبیاء علیهم السلام در روز قیامت شفاعت بکنه، در دنیا باید امامت برای انبیاء علیهم السلام بکنه. امام اعظم محمد رسول الله، الله انبیاء را زنده میکنه، قطش جماعت میکنه، دمی بیت المقدس جماعت میکنه. لك الحمد في الصبح حتى السحر.